سلام بچه ها، خوش اومد به دیگه از چنل خودتون، چنل آقایان ها. بچه ها امروز میخوایم پارت 2 قالا قاچاق رو بگیریم، بریم واسه ویدیو. خب پولم هم که از این یارو گرفتم، ببینم اسمش چی بود، ببینم بار دیگه هم ندارم. برم تو خب سلام بار دیگه ندارم. چرا؟ بعد اسمت چیه تو؟ من محمد. ما بارم چیه؟ مواد. حالا چقدر میدی ببینم میارزه یا نه. من مواد نمیبرم. چرا؟ پولشو بهت میدم. خب منو بگیرن تو میای من آزاد بکنی؟ نمیگیرم، نگران نباش. باش. خب چقدر پول میدی حالا؟ چون خیلی احتمال داره بگیرنت، یه 7 میلیون. باش. حالا من بارو میبرم، بذار تو ماشینم. باش. گذاشتم. من کجا ببرم بارو؟ ببر جنگل. باش. مواد کی میبره جنگل؟ میخوای چیکار کنی؟ با من بودی؟ نه با کی، با توه. جنگل از این بر من برم جنگل. خب تو راه جنگلم یه 10-20 کیلومتر دیگه میرسم. نزدم چه سرعتی دارم میرم. هر وقت به اینجا داشتم برگشتن میرسیدم، یعنی یه 2 ثانیه دیگه میرسم. خب دارم میرسم جنگل. اینجا باید اینوری برم. دست فرمونی. ای هی حواسم پرد میشه، میزنم به اینجا. هر وقت سرعتم زیاد میشه یه پیچی میاد، میرم تو دیوار. اینجا کجاست؟ من تا اینجا ندیده بودم. جنگل اومدم ولی اینجا رو ندیدم. کعبه کنارمونه. خب برم. خب اینجا رو باید برم اینجا. بریم. خب دارم میرسم. گاز بده دیگه. بذار زنگ بزنم ببینم. بار دیگه ندارم امروز. الو سلام. بار دیگه ندارم برای امروز. چرا؟ شاید داشته باشی، اومدی بهت میگم. باش. خداحافظ. من کم کم دارم میرسم. باش. خداحافظ. خب شاید داشته باشم. گاز بدم برم. خب رسیدم به تابلو. جواب برم تو جنگ. چه ماشین قرازه ایه، چقدر پوکیده. بذار به زنگ بزنم بگم کجای جنگل برم. دارم میرسم. زنگ بزن. الو سلام.
سلام. کجا جنگل ببرم؟ اونجا که نوشته ماشین اسقاطی. خواه اونو برو تو، بعد سمت راستش اونجا بالا رو بذار، بچه ها خودشون میان میبرن. باش، خدافز. خدافز. خب گفت ببرم اونجایی که نوشته ماشین اسقاطی. خب رسیدم جنگل. خره چی میگه اینجا؟ جلو میرم، بعد حدسم گرفت. میرم خب رسیدم ماشین اسقاطی. گفت اینو برو تو سمت راست. بذار کنار این وانته بذار. برو. خب بالا رو گذاشتم. برم از کدوم ور باید میرفتم؟ از اینجا از کجا اومدم؟ اینجا اومدم. خب برم پیش همون. خب دارم میرسم اینجا رو مستقیم میریم، بعد اینجاست. رسیدم. برم تو. سلام. سلام. بالا بردی؟ آره. خیلی هم سخت نبود، تو رو پلیس نیومد دنبالم. خیلی خلوت بود جاده. دیدی گفتم پولم بده. خب الان میذارم تو صندوق یه کیفه. چون باش بار دیگه ندارم. نه دیگه برای امروز بس خیلی راه طولانی بود. باش. خدافز. خدافز. پولم گذاشتی؟ آره. خدافز. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه. خدافز.